سلام. از کابل گپ میزنم. یک جوان افغان هستم. همان جوانی که امروز نظیر احمد حنیفی، یک وکیل پارلمان، در گفتای خود همراه یک خبرنگار خارجی با آن اشاره کرد گویا اگر خبرنگار خارجی به دست ما بده ما بینیش میبریم. What if a husband rapes his wife? Is that domestic abuse? Should the man be punished or should the woman be punished for that, in your opinion? تجاوز جنسی یعنی چی؟ If he forces sex upon his wife. I think we both know what rape یک is. تجاوز جنسی شما داریم، یک گپ ما به اسلام داریم. Do you think that women should be allowed... کنین دیگه. تو نست یک جوان افغان بریم که وقت شوام است، صبح یک امتحان دارم، مصروف درسم بودم، باید خواب کنم، ولی از وقت که این ویدیو دیدیم بخی خواب از سرم پریدم. به خاطر از او میخواستم یک درد دل بکنم و یک چیز بگویم. کسایی که ویدیو را میبینن کافی یک دفعه سر بزنن به شبکه‌های اجتماعی و نظرات مردم در مورد اظهار نظر وکیل پارلمان بخوانند. مردم چی گفته؟ مردم مثل همیشه یک گپ گفته که این مردم که اکثریت دولت تشکیل میدن و در پارلمان اکثریت پارلمان را گرفتن، تیکه‌دارای دین است، از دین سوء استفاده میکنن، از دین به نفع شخصی خود استفاده میکنن. مردم جهان هم باید مردم ها را بشناسه که چی رقم مردم هستند. این همون مردم های است که از خون ملت پیسه دار شدن، خون ملت ریخت ولی اینا پیسه جمع کردن، به خود قصر جور کردن، به خود ثروت جمع کردن و دیروز با استفاده از این پولا به مردم وعده های نرم و گرم دادن، از پیشرفت و تعلیم و تربیه گپ می زدن و امروز که به مقام رسیدن پشت به مردم کردن، مردم خود فروختن و به او هم بسنده نمی کنن و امروز از نسل جوان هم سوء استفاده می کنن. باید به حنیفی گفته شود که نسل جوان امروز چیزی که تو فکر میکنی او چیز نیست. نسل جوان افغان امروز به پیشرفت فکر میکنه، به تعلیم و تربیت فکر میکنه، به حقوق مساوی زن و مرد فکر میکنه. نسل جوان افغان از تو پند نمیگیرن، الهام نمیگیرن. نسل جوان امروزی از کسای پند میگیرن، از کسای درس میگیرن که سبب پیشرفت افغانستان میشن، نام افغانستان را نیک میکنن. نه ای که مثل تو واره آدما بی منطق و بی دلیل از جوانای افغانستان سوء استفاده کنی. نسل جوان افغان از ملاله جویا پند میگیره و همچون کسای دیگه که شما واره آدما را از داخل پارلمان به جهان معرفی میکنه چی رقم آدم هستین. بسیار جای تاسف است که شما واره مردم به پارلمان و به دیگر نهادها راه میافین تا از ما نمایندگی بکنین و نام افغانستان را بد کنین، ولی به مردم افغانستان مسلم است، معلوم است که شما چی رقم مردم هستین و از چی راههایی به اینجا رسیدین. ننگ بر تو. در آخر میخوایم به نمایندگی کسایی که مخالف نظر نظیر احمد حنیفی هستند به ایزابل ینگ بگویم که ما با نظر تو موافق هستیم، با کار که خودت میکنی از او حمایت میکنیم و امیدوار هستیم کامیاب باشیم. تشکر.